بله. در این مهرشید فرخنده بفرمایید. بله، درود همیهنان گرامی. امروز مهرشید 11 تیر روز هور از ماه سال 12345 مهر میتروی برابر است با 1 جولای 2012 و در گهنبار پیدایش آب و جشن آب در این ماه تیر تیر. برجاوند. بله، این ماه بسیاری جشن ها و اسطوره ها در هم داره، در هم پیچیده شده در واقع، و تاریخ های بسیار اسطوره شده ما همچون آرش کمانگیر و دیگر اسطوره ها و تاریخ ها در این ماه فرخنده فرخنده است رو پیش آمده. بله. ما هر بهانه‌ای که داشتیم، هر روز رو، نه تنها در ماه چندین روز، بلکه هر روز رو شاد می‌گرفتیم، به این دلیل که جشن، خود زندگی جشن است. زندگی و زنده بودن اینه که یه جشن و دیدن و شناخت هستی. اینه که ما لحظه رو فروگذار نمی‌کردیم از جشن گرفتن و امروز هم به همان جا خواهیم پیوست با نیروی آرش و تیر، به خاطر ماه تیر و تیر آرش که ما رو بارها در تاریخ نجات داده از جنگ دشمنان تازی. بله دقیقا، خب درود بر شما. بله، این ماه گفتیم ماه ویژه‌ای است با جشن نیلوفر که روز خرداد از ماه تیر باشه آغاز شد. این جشن نیلوفر رو ما بررسی کردیم هفته گذشته و همانا در واقع نیروی زنانه هستی و پیدایی زمان و مکان یا پیچش زمان و مکانی که سخنش در وداها هست و به زیبایی در بندهش و در فردوسی باز شده و گفته شده و این دانش پایه‌ای ایران فشرده شده و به دست ما رسیده. ولی با جشن نیلوفر در روز 6 تیر این جشن‌های تیر ماه تیر آغاز شد و گهنبار آب که دومین گهنبار از 6 گهنبار سال باشه یا دوره‌های پیدایش مادی آفرینش یا پیدایش هستی و پاردی که همان ماده باشه، در دومین گهنبار آن آب هست، پیدایش آب هست. یادمون هست که نخستین گهنبار آسمان یا هستی بود و چگونگی بینش درست ما از فراپویش هستی، نخست پیدایش هستی و باز شدن این گنبد تیزرو گه زمان و مکان و رسیدیم به گهنبار دوم که درش هستیم همکنون و اون پیدایش آب و این پارد دوم یا ماده دوم هستی است که اسطوره‌های زیبایی رو در بند داره و اینها رو من کوتاه بهش اشاره خواهم کرد. این گهنبار آب و تیرگان که روز تیر از ماه تیر یعنی روز 13 تیر باشه رو جشن تیرگان جشن ویژه‌ای است که باز پیوند با همین گهنبار آب، با ستاره تشتر، با سیاره تیر، با تیر خدنگ و تیزروی پهلوانان ما و اینها همه پیوند داره که بررسی خواهیم کرد و این سه جشن بسیار بزرگ در این ماه داریم که مرس گرامی که بله. اینها رو میخوایم بررسی کنیم. من فقط پارد رو بگم که رد پای انرژی اولیه یا رد پای اون چیزی که امروز بیگ بنگ بهش دانش کوانتوم مکانیک میگه یا حتی ریلیتیویتی بهش به شکل اشاره کرده بود، رد پای این انرژی به ماده های اولیه یا به پارد اولیه یا اون 90 اندی عنصر معرب شدهش یا خرد گوهرها می انجامه که این خرد گوهرها در تقابل تضاد دیالکتیکی و فراپویش خود، نه تضاد که یکی از این دو نیروی تز و آنتی تز باید مقهور دیگری بشه و نیروی منفی اگه درش هست از بین بره و تکامل یا فراپویش راه ادامه پیدا بکنه، ولی در تقابل نیروهای سازنده هستی که باز با هم تضاد سازنده دارن، تز و آنتی تز، فرض کنین دو پارد هیدروژن و اکسیژن، در تضادشون اون
الکترونی رو که به اشتراک میذارن با هم تبدیل آب رو کرده. پس پاردهای دوم مثل آب که بعداً مواد پیچیده تر از اون آب وجود میاد که بعد با کربن و هیدروژن میبینیم که پایه های لایف یا زندگی به وجود میاد، یعنی مولکول پروتئین یا دی ان ای، اون هسته اول سازنده نیروهای زنده روی زمین میشه که از گیاه و انسان گیاه و حیوان انسان که در فردوسی خیلی و در بندهش خیلی منظم و با اصول کرونولوژی دقیق دانشپایه‌ای بیان شده. این که من گفتم، شما گفتیم پارد، خواستم بگم پاردهای اول داریم و پاردهای دوم داریم. بسیار عالی. بله، این گهنبار آب که در واقع دومین گهنبار پیدایش پاردی هستی هست رو ما دیدیم. هستی گشایش پیدا کرد در نخستین گهنبار و این گهنبار آب هست که به پیدایی میاد و بسیار دانشپایه‌ای هست و این گونه در اسطوره آمده که نخست آسمان هستی است و توضیحات اون رو میده یا اون رو باز میکنه. دوم که همین گهنبار دوم باشه، آب را از گوهر هستی یا گوهر آسمان پدیدار کرد. درسته. و آب را و سپستر ادامه میده که آب را روان گشت، برای یاری آب باد و باران را آفرید که ابر، برف و آذرخش است. بله. این اون فشرده شده پیدایش آب هست که این رو بخوایم بررسی کنیم. بله. در واقع همون گونه که در وداها نیز آمده، خدا یا ایزد آپم نپات که گفتیم آپم نبات از همون میاد، یعنی آبهای گیاهان، شما پیشتر توضیح دادین. این ایزد آپم نبات نام خدای آتش وداهای پدران به اصطلاح ما باشه که اگنی بود. خدای آتش اگنی بود. و فراموش نکنیم که خدا بله. یک موجودکی نیست که در ضد فرهنگ تازیان، بله. تورات و قرآن و غیره و غیره به صورت موجودکی در بیا موجود گنده‌ای در آمد، بلکه نیروی سازنده خودته یا بله. چشم در واقع تخمه خودزا بله. که هستی از خود، اون ذرات هستی خود رو میزاین در پدیده مهر با هم که گراویتی امروز بهش گفته میشه، کشش به هم میچسبند و هستی و از اون کانشسنس یا آگاهی به وجود میاد. بله. خدا که میگیم حواستون باشه به خود طرف خدای جود و عربه نریم. دقیقا. خدا یا ایزد آپم نپات که در واقع فرمی از خدای اگنی یا ایزد اگنی در وداها هست که اگنی همان ایزد آتش و این فرم آپم نپات که در معنای واژگان اون به معنای ناف آب، یعنی زاده شده از آب. پس میبینیم اینجا به زیبایی این اسطوره این زایش آب رو از ایزد آتش، اون آتش نخستینی که برمی آمد در وداها یه بسیار دور برای ما این رو گفته که از اون گوهر، اون در واقع آب به وجود آمد. به چه شکل؟ به شکل آذرخش. و این پیچش در واقع زایش آب از این آتش و چگونگی آذرخش و ابر و باد و مه و باران و فلک در کارند رو در واقع تو این اسطوره ها میخواد یاد بده. آذرخش میدونیم که نیروی الکترومگنتیکی که از 4 فورس هستی باز تو کوانتوم مکانیک، اون 4 فورسی که در ثانیه اول بیگ بنگ از هم رها شدن، گراویتی کشش یا مهر، الکترومگنتیک آذرخش و بیگ فورس اند استرانگ فورس که داخل هسته اتم هستن، اینها همه اون نیروهایی که ما بهش اشاره کردیم. و آذرخش میدونیم که الکترومگنتیک در ادغام هیدروژن و اکسیژن کاتالیزور اولیه بوده. اگه الکترومگنتیک آذرخش وجود نداشت، مثلا الکتریسیته به مثلا انگلیسیش، آب وجود نمی اومد. پس این نیروهایی که در 4 فورسی که در هستی پاردها را آفریدن و این پاردهای دیگر رو و چیزی که فردوسی میگه هستی نو در حال نو به نو شدن، این همون چیزی که ما در اسطوره به این زیبایی میگیم که این آذرخش آب از آتش، از این آذرخش چی؟ زایده شد، از ناف هستی زایده شد. یعنی از چی؟ از گنبد تیز رو. در واقع این آذرخش را هم به
بیشتر بیان میکنه که در واقع به مثل اقیانوس هستی، aerial ocean، یعنی همان اتر هستی میشه در واقع گفت، اتر اولیه هست و از چرخ آسمان، از فرمامنت، از همون گنبد هستی. دوستان این ترجمه هایی که ما از انگلیسی مستقیم داریم میکنیم از وداها و اینها، و متاسفانه ترجمه هایی که به اصطلاح جودایی که تو ایران اینا کردن از پهلوی یا از مستقیم یا از انگلیسیش میبینیم که مزخرفه. مثلا مردک اون آب روانگشت رو آب تازی پدر این مردکه که تازیگری بوده. اینا میخوان این کلمه تازیدن رو خوشگلش بکنن. یه موقع زدن شما آریایی که آریایی تازیدن چه خود تازیان. یه موقع هم حالا اینجا توی ترجمهش این مردک ملعون چون آقای مهرداد بهار چون پدرش یهودیه باید حتما این بتازه. یعنی نمیتونن اینها کینه ای که به فرهنگ، یعنی که شما اگه فرهنگ ایران رو یا هند رو یعنی آریایی ها رو میخواین مطالعه بکنید، حداقل اگر سانسکریت نمیدونیم که ما با این پیشکاری رو باید داشته باشیم که دوباره یاد بگیریم، چون این رو از ما محو کردن و زبان پارسی زند باستان رو که خواهر سانسکریت، دو خواهر یکدیگر دست یکی هستن، این رو اگر نمیدونیم یاد بگیریم و تا زمانی که یاد میگیریم ترجمه انگلیسی شو که حداقل ترجمه هایی که وستن مولر کردن مینیمم، با اینکه اونها هم به هر حال وابستگی به انگلستان داشتن. ولی به هر روی این زایش هستی و اینکه از گوهر هستی و گوهر آتش است که این ایتر و آذرخش و در واقع آب سپستر به کمک باد و اینها به پیدایش میان و این رو ایزد تشتر، ستاره تشتر است که نمایندگی رسیدن بارانهای شدید و اینها رو میکنه رو بررسی خواهیم کرد. فقط من از بندهش بگم که میگه آب را آفرید به 55 روز که از روز مهر ماه اردیبهشت است تا روز آبان ماه تیر، یعنی مهر 16 اردیبهشت تا روز آبان یعنی 10 تیر، 55 روز که خب این دوره های گهنباری هست. دوره گهنباری که انرژی تیرگان رو که نیروی آذرخش داره میگه، نیروی آب رو داره میگه، نه اینکه در این ماه همچین ماهی وجود داشت. دقت کنن دوستان، این در واقع پیدایش آب در سلسله فراپویه پاردی هستیه که ما در یک سال این رو چیکار میکنیم؟ به صورت اسطوره‌ای فشرده میکنیم که این روز این سمبل میتونه باشه. چرا؟ که این روز یادتون نره که هستی چگونه آفریده شد، از چه نیروهای آفرید، چه این فورسز against each other، به قول معروف این کنش و واکنش فورس های هستی، دیالکتیک هستی که ما آخشید شناسی هستی میگفتیم که فکر میکنم که تازه هگل اون رو دوباره کشف کرد در قرن اخیر، ولی نه اینطوری نیست. این چیزی که ما اون فورس ها رو داریم فشرده میآموزیم، افسانه های ایران یا اسطوره های ایران فشرده دانشه، درست برعکس اسطوره ها یا افسانه ها یا داستان های تازیان که فشرده توطئه و دروج، یعنی برای گول زدن بشر و حاکم شدن رهبران اون آدمخوران بر مردم خودشان و بعد بر مردم هستی بشر. بله، پس تا 55 روز تا 10 تیر و این 10 تیر روز دهم از ماه تیر است که آغاز گهنباری 5 روز درنگ است، یعنی 10 تیر تا 15 تیر این گهنبار آب و به نام مدیوشم برگزار میشه و این رو آب رو ورجاوند میدونیم در این 5 روز درنگ تا 15 تیر و اون رو گهنبار آب یا مدیوشم. گزارش این است که آب را روشن بکرد زیرا نخست تیره بود. آب را روشن بکرد زیرا که نخست تیره بود. خب دقیقاً میدونیم که آب نخست تیره بود روی زمین، برای اینکه با پاردهای دیگر، با آخشیجهای دیگر بسا کدام املاح دیگر چیه قاطی بود. زمانی که دریاهای اولیه با از فضای تیر و تار کره زمین آبهای داگ و اون ابرهای اولیه بارانهای شدید رو باریدن در 0.5 میلیارد سال اول 4.5 میلیارد سال کره زمین، میبینیم که البته تعدادی از این مقداری از این آبها در فضا تحت همون الکترومگنتیک و فشار هیدروژن و اکسیژن با هم آب رو ترکیب کردن به صورت کامت امروز گفته میشه.
و به فراوانی در 4 میلیارد سال پیش به زمین برخورد کردن و مقداری از این آبی که امروز روی زمین هست مقدار عمده‌اش یه نظر میگه مقدار اساسیش از برخورد کامت ها میاد، ولی آبی که روی زمین بر اساس الکترومغناطیسی خود زمین در اینجا ساخته شد میبینیم که این آبها تیره بود و در درون اون سوپ اولیه کدوم سوپ اولیه بود که اولین پایه های ساختن کربن و هیدروژن، پایه های به اصطلاح مولکول های اولیه چیز موجودات زنده ساخته شد، پایه های دی ان ای ساخته شد. خب پس من اینجا شاید بد نباشید چون این اسطوره ها در واقع این جشن ها و این اسطوره ها ستاره تشتر، سیاره تیر، اون تیر تندرو و قوت یک پهلوانی که این تیر رو رها میکنه و بهرام پیروزگر که در اسطوره های ما هست، اینها همه در هم پیچیده شده و داستان تاریخی آرش کمانگیر رو نیز در بر داره. درسته. این رو من دوست دارم که شما با چکامه آرش کمانگیر آغاز کنیم و ما سپستر این رو باز خواهیم کرد. حالا حتی باید این کار بکنن؟ بله، من بسیار برجاوند است در چنین روزی. باش. خب ما فرزندان فردوسی هستیم. این چی که شما بله الان از اینترنت چاپ کردیم به من دادین، من کتاب سیاوش کسرایی رو متاسفانه دوستی 20 خورده سال پیش از من قرض گرفت و دیگه من ندیدم اون دوست رو. در نتیجه کل شعر نیست، این اگزرپت هایی از اون شعر که بسیار زیباست، ولی اگه شما اصرار دارین من همینم میخونم. من به همراهش یک اسلاید شعر رو میخوام نمایش بدم اگه کدوان این صفحه رو با ما شیر کنند. اسلاید چه میخوان نشون بدین؟ بله. کدوم صفحه است؟ کدوان ما این سکرین رو با شما شیر میکنیم. میخوام من تماس بگیرم. بله کدوان کنار. بله دکتر زن من در خدمتتون هستم. باشه پس من این رو شروع میکنم کدوان ببینین که اوکی هست. اجازه بدید یه لحظه. بفرمایید. باشه چک سرعت ستاره تشتر هست، چندین نمونه. بله تشتر، ستاره تیشتر یا تشتر. بله تیشتر به اوستایی و پهلوی، تشتر به پارسی. این عکس های از آبهای روان بر روی زمین و تشتر که باران آورنده و آورنده آب هاست. شما اینا رو بگیم مردم اسطوره اینجا اسطوره آب هاست و هنوز نرسیده. بله و اینکه کانستلیشن اوراین یا شکارچی که در آسمان ما از گه باستان اون رو نقش بندی کرده بودیم و نامگذاری کرده بودیم، به همراه سگ بزرگ، کانستلیشن سگ بزرگ که به همراه اوراین هست و ستاره تشتر در اون کانستلیشن یا در اون سامانه قرار داره. آورنده آبها و بخش کردن زمین به 7 پاره که اسطوره ها و تاریخچه آن رو ما فشرده داریم و اینکه اسطوره‌ای بودن به اصطلاح برجاوندی و پهلوانی و زور و قدرت تشتر به کمک ابر و باد و آذرخش که اینها رو نمایندگی هاشون رو جانورانی همچون اسب و گاو زرین و دیگر جانوران نیرومند میکنن رو در هم پیچیده و پیروزگری و مبارزه ضد اهریمن اپوش خشکسالی رو ایزد تشتر، ایزد باران انجام میده و اینها همه اسطوره های در هم پیچیده است، زیبایی است که مجموعه آن رو در یک تاریخی همچون تاریخ مبارزه ایرانیان با تورانیان و
تیری که آرش کمانگیر، آن پهلوان آریایی که با تیر تندرو همچون سیاره تیر اون تیر را رها میکنه و و کمک و به همراهی ایزدان باد و ابر و آذرخش این تیر همچون آب روان میشه در پهنه آریایی و در مرز ایران و توران در درختی جای داده میشه و اون مرز رو بین ما و تورانیان انیرانی که ایرانی نبودن رو معین میکنه و این تازیان رو به عقب میرونه. همون گونه که ستاره تشتر، ستاره آورنده آبها، دیو اپوش خشکسالی رو از سرزمین آریایی و از تمام سرزمین های 7 کشور به عقب میرونه و به دریای فراخکرد یا اقیانوس هند امروزی میبره و اینها اسطوره ها، داستان های بسیار دانشی زیبایی است که سعی میکنیم یه مقدارش رو باز کنیم بعد از اینکه شما این اگزرپت هایی از آرش کمانگیر رو برای ما آرش کمانگیر، سیاوش کسرایی فراموش نکنید این شعر رو در اوج وحشت و شکنجه آری از مهری گفت، زمانی که همه فکر میکنن CIA کودتا کرد معنیش این که آمریکاست. این درکو ندارن که CIA دستاتشو یا سیستمش فکریشو از موساد اسرائیل میگیره و برنامه کثیف این جنایتکاران بود که ایران به استقلال نرسه و اون استقلال خاری در چشم این فاحشگان کودان کود توراتی منطقه بود که میترسیدن که از به اصطلاح سلطان دیکتاتوری که رو کار گذاشتن با کودتا به همین دلیل آخونده رو آماده کردن در طول اون 20 سال زندگی این مردک و میرسه که مردم یه روزی انقلاب میکنن بعد این دیکتاتوری و میندازنش. آماده بودن که ما که انقلاب کردیم خمینی رو بچپونن که خب فعلا تا اینجا موفق شدن این دفعه، ولی ما میگیم نخواهند شد. دلایل تاریخی داره، دلایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داره، دلایل جهانی داره که شرایط سرمایه های مونوپولی جهانی که همشون به اصطلاح مال همین آشغالای توراتیه به چه مرحله رسیدن، در حال سقوطن. و به هر حال یادتون نره که این شعر در زمان اوج کشتار و شکنجه ایرانیان و ابزار شکنجه و ترینینگی که از اسرائیل میگرفت ساواک سروده شده و ولی درست وصل حال امروز هم هست، درست همون چیزی که بعدن آشغالایی که پس از انقلاب ما اینها دوباره رو کار گذاشتن که الان برنامه دارن فراوان. این آشغالایی که در این کانال ها میبینید که به اصطلاح با نرمی و نازکی دوباره کثافت به کشور ما بیارند که این دفعه ما میگیم موفق نخواهند شد. چرا انشاءالله کوتاه گفتم، در گفتمانهای دیگه باز میکنیم بیشتر، ولی به این دلیل که از نظر نگرش وسیعش بخوام بگم که خورشید ایران دوباره برآمده و ققنوس ایران یا سیمرغ ایران از خاکستر خویش در حال بلند شدن این رو توی خیابونا دیدیم 3 سال پیش و در این 30 سال مبارزات بچه ها و جوانان و پیران ایران دیدیم و میبینیم که ما در حال گذاریم، گرچه ما رو مرتب سرکوب میکنن از زمانی که قاجار رو آوردن و بعد به اصطلاح خودان کد پهلوی چی ها رو آوردن و بعد خمینی چی ها رو آوردن، ولی به این دلیل آرش کمانگیر هنوز زنده است، به اینکه فردوسی زنده است، به اینکه فرهنگ ایران زنده است، به این دلیل که فرهنگ سیمرغ زنده است و ببینید که به چه زیبایی درست و همین امروز هم میخوره. اینا تیکه هایش خود شعر خیلی برنده، بسیار زیباست، شاهکاریه که از فردوسی، این فرزند فردوسی از فردوسی آموخته و من فرزند فردوسی برای شما بازگو میکنم امروز. برف میبارد بر روی خار و خارا سنگ، کلبه‌ها خاموش، درها دلتنگ، راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. آنک کلبه‌ای روشن
در کنار شعله آتش قصه میگوید برای بچه های خود عمو نوروز. در میان این برف و کولاک عمو نوروز زنده است و برای کودکان خویش داره قصه میگه. فراموش نکنید این قصه، این اسطوره‌ای که ما امروز به شما میگیم، اسطوره هایی که الان تا اینجا به شما گفتیم، اینها داستان زندگی انسانه و تاریخ. فکر نکنید قصه فقط یک داستان دروغینه، فشرده تاریخه. بخصوص فردوسی که اینا سعی میکنن این شاهنامه‌شناسان اجنبی توراتی میگن نه آقا اینا حماسه است، افسانه است. ازش باید فقط درس بگیریم. درس نه، درس تاریخه. این تاریخ. اما نوروز چی میگه؟ میگه گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته بس نکته ها اینجاست که آسمان باز، آفتاب زر، باغ‌های گل، دشت‌های بیدر و پیکر، آمدن رفتن دویدن در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی‌های مردم پای کوبیدن، کار کردن آرمیدن، چشم انداز بیابان‌های خشک و تشنه را دیدن. آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی گیرنده پابرجاست. از آتشگهی گیرنده پابرجاست از چی میاد؟ فرهنگ ایران میاد. هیچ جای از فرهنگ آریایی میاد. از هیچ جای دیگه نداره. جای دیگه میگه از گل درستش کرد، پف کرد توش، بلند شد، بعد اونجا شدید، بعد انداختش به کره زمین، به جهنم زمین، ببخشید کره زمین. هیچ فرهنگ دیگه اینو نداره. فرهنگ آریایی که میگه زندگی آتشگهی گیرنده پابرجاست. شما میدونید ما از آتش اومدیم. همه چیز از انرژی اولیه آتشین اومده. گر بیفروزیش رقص شعله‌اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. این فقط ذهن انسان روان پریش و مرده است که میتونه این آتش رو خاموش بکنه. هیچ نیروی در هیچ حیوانی، در هیچ گیاهی، در هیچ سنگی این آتش خاموش نمیشه به جز در ذهن انسان تازی و مرده و تجاوزگر و انسانی که تحت سلطه اون موجود قرار گرفته و خود مجیزگوی او شده. ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. زندگانی شعله میخواهد صدا در دادم و نوروز. شعله ها را هیمه باید تا که سوزنده. باید براش کار بکنید، خویشکاری بکنید که این شعله در درونتون زنده باشه. همجور خودش نمیشه، خودش شما مرده میشید. کودکانم داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمتگزار این باغ آتش بود. روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره. زمان حمله تورانیان که پشتشو میدونیم که خضرهای توراتی به اصطلاح عبری ها بودن، مثل همیشه که فایننسیر جنگ و کشتار و تجاوز بودن. همیشه اقوام وحشی رو مرتب اینا پشتشو میرفتن و بر آریایی ها میتازوندن. بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره. درست بخت ما شبیه روی این آشغاله های دیو شده بود. دشمنان بر جان ما چیره. شرم رو آزادگان در بند، روسپی نامردمان در کار. ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخ برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. انجمنها کرد دشمن. دیدین چقدر انجمن میکنن تو این کانال‌ها، تو این کشورها، خارج از کشورها به اصطلاح. انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرد هم آورد تا به تدبیری که در ناپاک دل دارد، هم به دست ما شکست ما براندیشد. دیدین ایمیل براتون میفرستن ایرانی، آشغال ایرانی از ماست که بر ماست. ما کثافتیم، اونا خوبن. اونا که ما تجاوز کردن، ما رو بدبخت کردن، اونا خوبن. اسرائیل جون خوبه، ایرانی آشغاله. دیدین چقدر بهتون گفتن؟ ایمیلاتون خوندین که فورواردش هم میکنین؟ انجمنها کرد دشمن، رایزنها گرد هم آورد تا به تدبیری که در ناپاک دل دارد، هم به دست ما شکست ما برانگیزد. نازک اندیشانشان بیشرم.
این متخصصاشون، تاریخگوهاشون، شاهنامه شناساشون، متخصصان تینک تانکاشون، متخصصان سیاسیشون، انحلال طلباشون، اصلاح طلباشون، خب اینا رو علم میکنن. مردمان رو که نگاه نمیکنن، انقلاب ایرانی که نگاه نمیکنن. نازک‌اندیشانشان بیشر، خیلی هم نازک‌اندیشن، خیلی روشن فکرن که مباداشان دگر روز بهی در چشم یافتند آخر فسونی را که میجستند. ای این بهایا و یهودیا و سیدا و آخوند دارن میچرخن که یه راهی پیدا کنن که چطور دوباره ما رو نابود کنن، ما رو به دست ما رو دوباره یک کثافت دیگه حاکم کنن در انقلاب آینده ایران. حالا اینجا میگی اینا یه افسون دیگه پیدا کردن. افسونشون چی بود؟ فسون چی بود؟ چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو میکرد و این خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو میکرد. آخرین فرمان، بخوانید آخرین توطئه، آخرین فرمان، آخرین تحقیر، مرز را پرواز تیری میدهد سامان. به ایرانی ها گفتن که بریم تیر بندازین، از این ور تا اون ور میشه مرزتون، بقیه شمال ما. مسخره کردن، همجور که امروز ما رو به مسخره گرفتن. مرز را پرواز تیری میدهد سامان، گر به نزدیکی فرود آید. اینجا شاعر داره میگه خانه هامان تنگ، بختمان ناشاد، ور به پردو تا کجا، تا چند، تا کجا میتونه بره این تیر. بازم به هر حال امید از دست نداده بودن ایرانی. آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان، هر دهانی این خبر را بازگو میکرد، چشم ها بی گفتگوی هر طرف را جستجو میکرد. لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت دردآور، دو و سه به پچ پچ گرد یکدیگر، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن. مادران غمگین کنار در. بله شما احساساتتون نازک شد. من بله نازک شد. مادران کمک در اوج آمد، پچ پچ خفته. خب برگردیم که مادران و دختران اینها همه نگران بودن و کودکان بر بام. کمک در اوج آمد، پچ پچ خفته، خلق چون بحری برآشفته، به جوش آمد خروش آمد. به موج افتاد پرش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش چنین آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش سپاهی مرد آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون سختتان را این نکاماده. کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد، به آهنگی دگر گفتار دگر کرد. درود ای واپسین صبح، ای سحر بدرود، که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهر یار پاک بین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد. پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند. ببینید این بیدرنگ بودن دوستان که در زندگی شما در مبارزات روزمره‌تون درنگ نکنید، در زندگی روزمره‌تون شک نکنید، درنگ نکنید. اگر که راهی حتی غیر ممکن در جلو میبینید، اون تیر رو رها کنید. نمیشه و این تیر میفته و چقدر میره و نمیتونم و اینها، شما دشمن خود هستید. دشمنی که دشمن در درونت گذاشته، اون انسان سرکوب شده، انسان مریض، انسان روانپریش، انسان بیچاره، انسانی که به جای اینکه چاره رو ببینه دهان دشمن رو میبینه و صدای اون رو میشنوه، بازگو میکنه در ذهن خودش. این انسان روانپریش و مرده است، انسان به درد نمیخوره. پس آنگه بیدرنگی خواهدش افکند، تیرشو میندازه.
درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بیتاب میزد جوش. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. اگر شما اون ویل اراده خود رو به کار ببرید، آسمان به گفتار شما گوش میکنه، نه به گفتار دشمن. شما صدای دشمن اگه تو کلتون باشه، آسمان به صدای اون گوش میکنه، صدای دشمنتون، شما شکست میخورید. شما صدای خود رو با اراده خود جلو ببرید که آسمان به صدای شما گوش کنه. تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. چرا؟ گفت من این تیر رو میندازم. بیال کوها لغزید کم کم پنجه خورشید، هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. بامداد زود نظر افکند آرش سوی شهر آرام، کودکان بر بام، کودک دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. مردها در راه، دشمنان در سکوتی ریش خندآمیز راه وا کردند. کودکان از بامها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند. آرش ما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت. پس میبینید که در این صفحه میگه که همه منتظر اونه، ولی اون به چی دقت داره؟ به شکاف دامن البرز. آرش همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های اشک پی در پی فرود آمد. شامگاهان راهجویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر بازگردیدند. بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر، آری آری جان خود در تیر کرد آرش. کار صدها صد هزاران تیغ شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیحون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران توران باز نامیدند. خب پس البته من آرش گم میشه. این جیحون احتمال زیاد باید سیحون باشه. 2 تا نوشته داریم که گفتن جیحون، ولی سیحون در واقع همیشه مرز بوده و اینجا بله. و آرش پاک میشه، انرژی میشه، جان خود در تیر میکنه و چیزی که باقی میمونه کمان اون هست و تیر. بعدن سوارانی که بر جیحون اون تیر مخصوص رو که تیر آرش بوده به اندازه یک نیزه بزرگ بوده بر یک تنه درخت جیب داد. آفتاب و ماه را درگذشت، سالها بگذشت در تمام پهنه البرز و این سراسر قله مغموم و خاموشی که میبینی و اندرون دره‌های برفالودی که میدانید، رهگذرهایی که شب در راه میمانند، نام آرش را پیاپی در دل کهسار میخوانند و نیاز خویش میخواهند. با دهان سنگ‌های کوه آرش میدهد پاسخ، میکند چون از فراز و از نشیب جاده ها آگاه، میدهد امید، مینماید راه. خب دیگه خودش گفت. من دیگه چی بگم؟ درود بر شما و این شکامه بسیار ورجاوند بر شما که اینو چاپ کردید. میکنم. بله، با این چکامه بسیار زیبا از داستان تاریخی آرش کمانگیر و پیش از اون و در پیوند اون تمام اسطوره‌های بسیار قوی همین ماه و پیدایش گهنبار آب و ستاره تشتر که همان ستاره شکارچی که در پی آن ستاره کانستلیشن شکارچی یا سامانه شکارچی که در پی آن
ستاره تشتر طلوع می کند در ماه تیر یا بر می آید. The rising sign از شرق یا خاوران، خور آوران، ستاره تشتر در این ماه 4 سال بر می آید و با خود نطفه آب و آورنده بارانهای موسمی و در این گهنبار آب و داستان تیرگان و تیر آرش کماگیر، اینها همه پیوندهای راستینی دارند. و اینکه این بهرام پیروزگر، آرش ما، بهرام پیروزگر در اسطوره های ما با این تیر تیزرو که همان سیاره تیر را هم، مرکوری را هم با همان نام نهادیم، این تیر رو به کمک ایزدان باد و ابر و آذرخش میبره و داستان‌هایی است بر ضد اهریمنی، بر ضد اهریمن خشکسالی اپوش. من چند جمله رو از تشتریشت که در همین پیوند هست و با این اسطوره ها برای ما روشن میکنه که چگونگی به وجود آمدن 7 کشور بر روی زمین و بارندگی هایی که در پیدایش آب بر روی زمین در واقع رویداد رو به زیبایی در هم میپیچونه و سخن میگه. در تشتریشت میگه تشتر ستاره رایومند فرهمند که هسته آب در بر دارد، توانای بزرگ نیرومند دوربیننده بلند پایه زبردست را که از نیکنامی آید و نژادش از آپم نبات می باشد. پیشتر از این گفتیم آپم نبات اون ایزد ناف آبها که از آذرخش یا از ایتر هستی، از آتش اولیه ایتر هستی اون به وجود آمد سخن میره در اسطوره های ما آپم نبات. چه زمان از برای ما تشتر رایومند چه زمان از برای ما تشتر رایومند برمی آید، طلوع می کند. انسان ها از خودشون، ما ایرانیان از خودمون سوال میکنیم چه زمانی میرسه که این تشتر زیبا رو که طلوع میکنه از خاوران، خوراوران ببینیم که میدونیم در پی اون بارندگی ها و به اصطلاح رویش و زندگی بیشتر و فرهمندی در زمین به وجود میاد. چه زمان سرچشمه آب به قوت اسبی دگرباره روان خواهد شد. این باز نمایندگی زور و قدرت و روان بودن اسب رو در اسطوره های ما، در روان ما، در چیزی که از نیاکان ما به جای مانده رو زیبا در اینجا بیان میکنه. ستاره تشتر رایومند را می ستاییم که تند به سوی اقیانوس فراخ کرد روان گردد و بتازد بر اهریمن اپوش مانند آن تیر در هوا پران که آرش تیرانداز، بهترین تیرانداز آریایی، از کوه ایر و خشبس به سوی کوه خننوند انداخت. اینها نام‌های کوه‌هایی هست که همون گونه که از نامش برمیاد ایری، از آریایی بودن، از کوه تبرستان گفتند یا بخشی از سلسله کوه‌های هیمالایا یا البرز و به سوی کوه خننوند که حتما شرق آنسو و طرف سیهون باشه. و تشتر را می ستاییم، ستاره باران‌آور را، کسی که بر خشکسالی غلبه کند، زبانی که پریهای دیوسان را در هم شکند، آنها به شکل ستارگان دنباله‌دار در میان زمین و آسمان پرتاب شوند به نزدیک دریای فراخ کرد نیرومند خوشنما و ژرف که آبش زمین‌های وسیعی را فرا گرفته روان گردد. این در اقیانوس فراخ کرد رو پیش از این گفتیم که همون در امتداد دریای پارس در جنوب ما اقیانوس فراخ کرد نام داشت که همکنون اقیانوس هند هست و این ستاره تشتر که نشانه آمدن فصل‌های موسم مانسون و باران هست رو به زیبایی در این داستان اسطوری زیبا نشون میده که بر دیو خشکسالی، همون دیو خشکسالی که حتی در سنگ نوشته های داریوش بزرگ اون رو بسیار از
هستی میخواد که از این دیو خوشسالی ما رو برهانند. هر سال آریاییان بر ضد این دیوهای اهریمنی، در واقع سمبولیک دیو خوشسالی، تازش میکنند و این ستاره تشتر است که به دریای نیرومند فراخ کرد که 1/3 زمین رو آنگونه که میگه سپستر در بر میگیره رو به اونجا روان میشه. چرا که میخواد اون آبها رو به جوش و خروش در بیاره، آب اقیانوس ها رو ببالاند، بپالاید، ببالاند و بر بیاورد که سپستر به وسیله ایزدان باد و ابر و مه این آبها به صورت باران ریزش کنند بر تمام زمین‌های 7 کشور که نعمت و فراوانی و رویش از او به وجود بیاد و زندگی رونق پیدا بکنه. این اسطوره زیبایی است که در در یشت‌های ما، در بندهش، در متون‌های پهلوی همه آمده. به سوی فراخ کرده نیرومند، خوشنما و ژرف که آبش زمین‌های وسیع را فرا گرفته، او به راستی به شکل اسب ورجاوندی به سوی دریا آید. از آب امواج برانگیزد و باد چست وزیدن آغاز کند، چست و چالاک. آنگاه این آب را سطوئیس، یک ایزد دنبالدار، ستاره دنبالداری است، به 7 کشور رساند و تشتر زیبا و آرامش بخش به سوی سرزمین ها آید. از سال خوب بهره‌مند شود این چنین سرزمین های آریایی، از سال خوش برخوردار گردند. این بخش‌هایی از تشتر یشت بود که می‌بینیم به زیبایی اینها رو بیان کرده و اینکه چگونگی کشش و کنش هستی، نه تنها پیدایش آب رو سپستر بیان میکنه در متون‌های پهلوی داریم و بخش شدن 7 کشور بر روی زمین. ما میدونیم تمام خشکی‌ها در یک جا به هم چسبیده بودن و سپستر اینها بخش شدن و اینکه این آب‌های شدید و بارانی بود که باعث از همپارگی و بخش شدن زمین‌ها میشه و به هر روی اسطوره‌ها میگه که این تشتر و ابر و باد و باران و اینها هست که از اقیانوس فراخ کرد 1/3 زمین رو در بر گرفته، برای ما نعمت و زندگی و رویش و پرورش میاره. در اسطوره دیگر در متون پهلوی از تشتر چگونگی پاره شدن زمین به 7 بخش رو بیان میکنه که من اینجا کوتاه این رو میگم و ادامه میدیم. در بندهش اومده که از زمانی که پس از پیدایش هستی آسمان و گشایش هستی، تشتر زمانی که تشتر باران را بیاورد یا باران بزرگ را بیاورد، چنان که آبهای دریاها برآمدند و بالا آمدند، زمین که نم باران را در همه جا در بر گرفته بود به 7 پاره بخش شد. یک بخش پایینی به بالا، بخش بالا یا تاج به زیرین، یک بخش به بزرگی نیمی از آن زمین در میان و 6 پاره در پیرامون آن به وجود آمد. یعنی زمینی که در یک تکه بود در فراپویی به اصطلاح هستی کره زمین به 7 پاره بخش شد. این رو اسطوره‌های ما میگن. بخش میانه خوبانی رتا یا فرهراتا که همان سرزمین ما باشه و 6 بخش دیگر در کنار در پیرامون اون، نام کشور بر آنها داده شد، زیرا که کش به معنای مرز باشد. پس ببینیم کشور این نام از برای این داده شد به این 7 پاره و میانه رو همون فرهراتا یا کشور ما ایرانی ها که به معنای داد و دهش فرح مینوی باشه در بر میگیره. و این چگونگی 7 بخش شدن زمین هست که اگر کیومرث بیاد من دوست دارم این بخش فیلمی که در یوتیوب پیدا کردم از بخش شدن 7 به اصطلاح بخش شدن قاره ها بر روی زمین هست رو
برای ما پخش بکنه بسیار عالی میشه. من اینجا از لحاظ تکنیکی یک مقدار کیو مرسی گرامی آماده هستی؟ با پوزش از دوستان یک فیلم یوتیوب هست که اگر بتونی شیر کنی. خب الان نشون نمیده مثل اینکه بذار من میکنم. بله به اونجا رسیدیم که زمین به 7 پاره تقسیم میشه و یک به اصطلاح یوتیوب هست که این رو به زیبایی نشون میده. کجاست؟ The Early Earth. خب کتبان من این رو دارم پلی میکنم اگر شما صدای ما رو میشنوید. فکر کنم باز باشه اگه بله ادامه بدید دکتر زن. باشه بسیار عالی. And unlikely as it seems, life may have gained a foothold already. That life in the oceans that gave birth to it may actually be vaporized many times by cataclysmic bombardments, which have slowed but not yet stopped. Earth has begun to take on its final form. A crust, a skin so thin it would be less than a sheet of paper, were the Earth the size of a basketball. And under that, a molten semi-solid mantle that boils in extreme slow motion. And finally, 2 cores, a liquid iron core pulsing out a magnetic field that helps shield us from a deadly cosmic wind from our sun. And a solid nickel and iron inner core. By now, the remarkable process of plate tectonics has kicked into gear. Though how and when it started exactly, we do not know. For what follows next, you might want to strap yourself in. It's going to be a bumpy ride. Here's how it might have happened. At first, Cretans and one continent called had the planet all to themselves. Then, around a 500 million years later, Antarctica took shape. About another 500 million years passed before Atlantica formed. The continent roamed separately until, about 1.8 billion years ago, Antarctica collided with what is now Eastern Antarctica to form Nina. Then Nina, Atlantica, and collided 1 billion years ago, forming the supercontinent Rodinia. After about 300 million years, the 3 landmasses separated and came back together in a new configuration, Pangaea. Pangaea came apart too. When Pangaea split, and Atlantica split up too. If you're confused, join the club. Even the Earth seems confused. All of this movement made for a host of unlikely neighbors way back when. North America's eastern seaboard once rubbed shoulders with Chile. California and Australia were neighbors, if not connected. And Brazil was either connected to Nigeria or very close. Run the Earth time machine backwards, and you can see why. But no matter how many times you run the demolition derby of the continents, a question remains. What the hell is driving them? Hell, apparently. The force driving the plates is the slow movement of the super-hot semi-solid mantle that lies below the rigid plates. Like hot soup, magma boils in slow motion. Superheated magma rises to the surface, begins to cool, and then sinks back down to the bottom of the pot where it is reheated and rises again. This cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convection cell or convective flow. But where's the heat
source keeping our earthy suit performing in circular gymnastics? Well, most of it is left over from the spectacularly energetic collisions, gravitational crushing that created the Earth to begin with. It's still trapped down there, and it wants out. And there's something else in the molten depths that makes it pretty hot real estate. Radioactive material. The belly of the beast has plenty of uranium and other radioactive elements, all of which release heat as they decay. That decay has significantly slowed the rate at which the Earth is cooling. So what does this mean at the surface? Two things. First, magma being burped up along the ridges, those places like Iceland where the Earth is tearing itself asunder, is pushing the plates in their respective continents apart. Second, what goes on at the other end of those plates, the collision zone, may be equally important. Here, where the heavier plates dive under the lighter ones, yanked downwards by gravity, they haul along their plates back into the oblivion of the mantle. That's what we know. Or what we think we know. But the details of what's going on in the deepest parts of the Earth that drive the engine of plate tectonics, we may never know. خب بسیار عالی. این بخش تموم شد و نشان داد که چگونه این پلیت تکتونیک در واقع این بخش شدن این هفت پاره شدن یا بخش شدن قاره ها رو و چگونگی ایجاد به اصطلاح اون مذاب داخل زمین و حتی چگونه زمین بخشای از زمین به زیر دیگر پلیت ها میره و کوه ها به اصطلاح برمی آیند و اینها رو میبینیم که در دانشه های باستانی ما همه اینها گفته شده و چگونگی این فراخویی هستی و زمین رو به طور فشرده اونهایی که به دست ما رسیده دست کم به ما نشان داده. حالا بسیاری از آنها به تاراج رفته و از بین رفته و یا پنهان شده. هر روی این هفت پاره شدن زمین رو در متون‌های پهلوی می‌بینیم سخن ازش میگه و اینکه زمانی که این تازی اهریمنی که به صورت خشکسالی در گهنبار آب در واقع خودش رو نشون میده در اسطوره‌های ما، چون دیگر بر آب آمد همان روزی که در تافت تیشتر به خرچنگ که دارای هسته و سرشت آب است بود. گفتیم ستاره تشتر در ماه تیر و ماه تیر هم همان برج خرچنگ هست. اینها رو ما همه کانستلیشن ها رو و گهان هستی رو و دستبندی ستاره ها رو کرده بودیم، نام نهاده بودیم. برج های آسمانی رو من فکر کنم صفحه من از بین اگر تکنیکال دیفیکالتی بود حتما کدوان به ما خبر میدن. بفرمایید همه چی خوبه. بسیار عالی. و اینها رو نام نهاده بودیم. برج خرچنگ همان ماه تیر است و 4مین ماه از سال هست. برج هم به معنای خانه های 12 گانه زودیاک که هر کدوم 30 درجه و به اصطلاح 360 درجه در واقع دایره رو تشکیل میده و میگه که خرچنگ اختری باشد که اختر 4 است یا همان برج 4 یا ماه تیر، باران آور آب تشتر، ایزد سامان بخش، ایزد ماه 4 است. سپستر تیشتر باد را، ایزد باد یا پدیده باد را به یاری خواست و بهمن هم به راهبری و برز آبان ناف و همکاری و اردوی فر و هر به پیمانداری به گرد هم شدن. همون گونه که گفتم تمام نیروهای هستی گرد هم آمدن با همکاری و این به اصطلاح ستاره باران آور زمین رو و یا سال رو همراهی کردند که اون آبها رو در واقع در زمین جاری کنه. تشتر که ستاره آب باشه به 3 پیکر گشت، در اسطوره اومده.
تشتر به 3 پیکر گشت که هست مرد پیکر، یعنی پهلوان، انسان مرد به اصطلاح نیروی مردانه بهرام پیروزگر یا مرد جنگاور و پهلوان، این یک فرمش بود. گاو پیکر که به اصطلاح گاو همان نیروی زندگی و قوی هست که در اسطوره ها، و اسب پیکر که اسب هم همون اسب تیزرو و ورجاوند و به اصطلاح تند پای است که به این 3 فرم در آمد. به هر پیکری 10 شب در روشنی پرواز کرد و 30 شب باران را به نابود ساختن خرفستران یا همان اهریمنان فرو هشت. این اسطوره زیبایی است که تشتر رو به 3 فرم همون گونه که گفتم تشبیه کرده، اسب و گاو و مرد پیکر پهلوان. و اینکه سپس مینوی باد یا همان ایزد و پدیده آب به شکل مردی بر زمین پیدا شد، روشن و بلند و زورمند. باد فراز وزید، آب را بمالانید و به تمام پیرامون زمین افکند. پس این باد بود که به کمک تشتر ستاره باران آور آمد و این آبها را به خروش و تلاطم و بالا آمدن آورد و اونها رو به تمام پیرامون زمین فرا افکند. اقیانوس فراخ کرد، از آن پدید آمد، 1/3 این زمین را در بر گرفت. از او 1000 چشمه که سرچشمه دریاچه ها خوانده شود پدیدار شد، 1000 چشمه آب که از آب دریا و از دریاچه براید و بدان فراز ریخته شود. پس اقیانوس ها پدیدار شدند، دریاها، چشمه ها و سرچشمه ها شروع به جاریدن گرفتند. سپس جنگ تشتر و اپوش خشکسالی یا اهریمن خشکسالی بود و آنگاه تشتر به اقیانوس فراخ کرد، روان گردید یا فرو رفت. اقیانوس و دریا را به جوش و خروش درآورد، از سینه دریا امواج برخاست و تلاطم پدید آمد. در سواحل هیجان و خروش برپا شد. ایزد ستوئیس یا ستاره دیگری وزیدن گیرد، ابر و مه را از پیش براند، باران و تگرگ را به دشت‌ها و سرزمین‌های آریایی و به 7 کشور رهنمون گردد. و آنگاه ایزد آپامنپاد که همان از ناف آب و آذرخش باشد، به همراهی ایزد باد و فروهر نیکان میزان معینی از آن آب را در جهان خاکی به سرزمین ها بخش نماید. این فشرده ای از اسطوره زیبای تشتر و آورنده آبها و پیدایش آبهای روی زمین و اقیانوس ها و 7 پاره شدن قاره‌ای که یکی بوده و اینکه سرزمین ما آریایا فرهراتا در میان بوده و کشورهای دیگر در پیرامون، 6 کشور دیگر، و اینکه چگونگی هر سال و انتظار این ماه خرچنگ، برج خرچنگ یا ماه تیر که آورنده بارانهای موسمی بود و ستاره تشتر نمایندگی این ماه رو میکرد رو این گونه در داستانهای زیبای اسطوره‌ای ما بود. و اینکه این پدیده رزم آوری که این به اصطلاح ستاره تشتر در 3 پیکر مردی پهلوان و گاوی نیرومند و 10 شب دیگر اسبی تیزرو در میاد که به همراهی دیگر پدیده های مینوی مانند باد و ابر و مه و آذرخش و همراه بودن وهومن یعنی نیکمنشی و فروهر نیکان، اینها کمک میکنن، گرد هم می آیند که این روان بودن آبها رو روی زمین و باروری رو و به اصطلاح نعمت رسانی برای گیاهان و جانوران و انسانها و فراپویی زندگی بر روی زمین رو مهیا بکنن. و اینها همون گونه که میبینید بسیار دانش پایه‌ای هست و اون گونه هم که در داستان آرش کمانگیر دیدید که چقدر این اسطوره زیبا با تاریخ در هم پیچیده شد و تاریخ ما بر علیه اهریمن‌های تازیگر اطرافمون همچون تورانیان یا نطوفیان و در غرب ما دیگر اقوام تازیگر این گونه
فرهنگ ما به ما آموزش میده که یک چنین به اصطلاح رزمگری و پایداری رو باید انجام بدیم، همچون که آرش کمانگیر ما کرد که تمام جان خود رو در واقع در تیری رها کرد. این تیر که جان آرش بود از کمان یا بدن او که تمام نیرو و قوت رو و ویل و خواسته و اراده رو در اون کمان بدن خودش گذاشت و اون تیر جان را رها کرد و خود در واقع در هستی پخش شد و ورجاون شد و جاودانه شد رو این داستان به زیبایی از تاریخ و اسطوره فرهنگی ما در هم پیچونده که امیدوارم مقدار این ماه تیر و این جشنها و پیچش جشن نیلوفر که جشن زایش هستی گهان زمانی و مکانی ما و گهنبار آب که پیدایش آب بر روی زمین که در اون هستیم از 10 تیر تا 15 تیر که گهنبار مدیوشم هست و جشن تیرگان که 13 تیر هست رو، یعنی روز تیر از ماه تیر، اینها همه اینها رو در بر میگیره و به دوستان و گرامیان شاد باشه دوباره میگیم و امیدواریم که از آبهای زمین، از پهلوانی و ورجاوندی و از میهن پرستی و راستی همواره بهره‌مند باشن. بله، با پوزش من بیشتر روی تلفن بودم امروز. با درود و بدرود